هر شب به یادت میشینم کنار این پنجره، نامه جدید می نویسم ولی کسی نخونده بره. این ورقای تر شده از اشک چشمای من، رفیق این شبهای سرد، این قلب پر از فریاد من. نمیخواستم بدونی چقدر دلم تنگت میشه، نمیخواستم ببینی این سینه چقدر میشکنه. این خودکار و این دفتر شدن هم سفر من. هر حرف تو رو نوشتم ولی تو نیستی هیچ جا. یه شب همینجا گفتی باید تنها برم، لبخند زدم ولی درونم شکستم. کمکم چیزی نگفتم که دلت از من خسته نشه، ولی با رفتن دنیا رو سرم ریخت انگار. گریه می کردم وقتی از اتاق بیرون رفتی، میدونستم با هر قدم یه جزوم از من رفتی. تو ماه آسمونم بودی، تو شبای تا نمیشد جلوی راه تو گرفت، نداشتم مقتدار. میترسم روزی برسه که دیدن خاطرشه، بدون تو این جونم تو این سکوت پاره پارشه. خدا دستمو بگی تو این لحظه های سردی، نذاره بدون چقدر تو این دل تو جنگی. سکوت صدای ساعت رو دیوار میشکنه، هر تیک تاکش به من میگه که برگشتی نیستی که. این دفعه نمیخوام قبول کنم که رفتی، نمیخوام باور کنم که دیگه بر نمیگردی. اگه روزی بیاد که دیدنت رویای من شه، بدون تو این زندگی برام همه سایشه. خدا دستمو بگی تو این تنهایی تلخ، نظر نکن به غرورم، دلم شده پر از درد. بالا گردونی من باشی همیشه، جدا از تو دلم آروم نمیشه. تمامی عمری من بنده نفس هایت، به قلبی من زده عشقت رو ریشه. گلم جانم عزیزی عثمانی، توی تنها امیدی زندگانی. خدا عمر مرا بخشد به جانت، بگیره جانی من تو بمانی.
عطری بهار است دلی من از عشقی پاکت بقرار است نباشی تو شبم تاریک و خاموش همان خورشید و ماه و ستاره دلی تو همچو دریای بقراره نمای لاله هایت و شیفونه شده کامی مرو از یادی تو شیرین قدم گوهت دیشتی جاودانه قدم گوهت بهشتی جاودانه مادرم تو ببین گلم مشکی چشمی ترم بالا گردانی من باشی همیشه مادرم You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Replit Agent. Want a custom workout plan? Make an app for that. Have a great idea at 2 a.m.? Make an app for that. Need to run an analysis? اوی دلی مرا تو حوزی تو نمیدونی حوزی تو در کجایی اوهی مرا نمیفهمی میدونم مدازوری سیری دل تا نمیگویی میدونم برقراری تو مدر رحمه نداری شبوده تایی برام رفتستم و هسته فکری خیالم تو ده حس نمیکنم دربه نگاه که گولی من میخونم با علم هر یک مصرعی شعری ما برای تو مدم حجی در باری من موری تو نفسی و خیران در پستیگو بلندی های زندگی مرا تنها نمانده برات خیال و منویسم بخونی بیل از جودی مرا فهم به تو بودم مشکل یادی همون روزای با تو بودنی من نکنو نایما دوری بونم کنی یادی من قسم میخورم کی با هیچ کس ندارم هوس با یادی تو میمیرم تو آخیر و نفس
رفت وحزت در دومم کردی هیست ممکن که همون وقتی گرم شد سرنوشت دوزم شود که تو مرا میکنی و دیدم که همون روز جانت میکند وفا و یک اوز گریه کردم زنی دو تو گوشی من نمیرسد همون صدا کفانی من میشود کرتای تنم دیگه غمم نت همه کدارم فوخیش بگو که تو با کارنده میکنن نالیش بیکابی ولی سن هزاران سال تو مهری من خدا Converted مونكو Ja, bara اونجا لوبزه وچام نفهمم دلم خون شد ز تنهایی کجای دل ربایی من روی من مهمم بیا عزیز جان من دلم خون شد ز تنهایی کجای دل ربایی من روی من مهمم بیا عزیزی جان من در این شبای پر از غم تو هستی غم براری من ای هم نفس ای نبضی جان بیا ای مهربانی من در این شبای پر از غم تو هستی غم براری من ای هم نفس ای نبضی جان بیا ای مهربانی من کجایی کجایی چرا ای به وفا بارد نمایی کجایی کجایی چرا ای به وفا نزدم نمایی چرا ای به وفا نزدم
شبی مهتاب و تنهایی دیگر هرگز نخواهم من. بیا ای دل بیا ای جان بیا ای هم نوایی من. شب و روزم با یادی تو منم سرسان و سرگردان. زی چشمانم با جایی عشق کنی دل می شود رضا. چرا ای به وفا باره نمایی؟ Are you feeling overwhelmed at work? Well, get ahead with AI. Grammarly is the AI writing tool that I trust to get time back in my day. If you're already juggling emails, docs, and chats, the last thing you want is a tool that slows you down. Grammarly fits into what you're already doing. There's no learning curve and no extra steps. Instead of just staring at a blank page, Grammarly's AI prompts give you a draft to work with so that you're never sitting there overthinking, you're just clicking, editing, and moving on. For example, I needed to start a new email thread with a client, and I wasn't sure how to open it without sounding too formal or too casual. All I did was ask Grammarly's generative AI to give me some more ideas, and then I got a clean draft in seconds. It saved me at least 10 minutes, and honestly, that's time that I could have spent on more important stuff, like prepping for a meeting or actually getting lunch. I also had another email that was kind of a mess. It was too long, rambling, and just not very clear at all. I highlighted the section that I was struggling with, and Grammarly suggested clearer, sharper phrasing in real time. I clicked through a few suggestions, and the whole thing just came together. I didn't have to rewrite it, and I didn't have to switch tabs or paste it into another tool. What I truly love about Grammarly is how simple and easy it is to use. The suggestions actually make my writing better without making me overthink every single word. Download Grammarly for free today to get ahead at work and get time back in your day. Abi senin araba vardı. Artık yok. Sohbet bahane, kahve şahane. Her zaman lezzetli, mis gibi kahvesiyle çok seven insanların şeli hep ileride. Ha? باغ میخرامید آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده دامن کشان همی رفت گلها رو چیده چیده گلها رو چیده چیده با صد وقار و تمکین برگشتیده دیده برگشتیده دیده من نیز در قفایش رفتم چنان دویده رفتم چنان دویده در باغ میخرامی آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده دامن کشان همی رفت گلها رو چیده چیده گلها رو چیده چیده رفتم با صد تمنا آن که من از قفایش با احتیاط کردم آهسته یک صدایش برگشت جانب من دیدم رخ چو ماهش چادر بر وی فکنده با دست پر حنایش رنج دید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده رنج دید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده دامن کشان همی رفت
چیده چیده گفتم صد آفرین باد ای ما کشور حسن با باغبان قدرت خلاق داور حسن سر تا به پال تافت ای ماه نر حسن در جمع خوب رویان هستی تو سرور حسن آخر ز تن برآید این جان غم کشیده این جان غم کشیده آخر ز تن برآید این جان غم کشیده این جان غم کشیده در باغ میخرامی آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده دامن کشان همی رفت گلها رو چیده چیده گلها رو چیده چیده Choose from thousands of realistic voices to use in your content. یادم قبلا وقتی بودی همدم دستت را میگرفتم بارون میزد نم نم چقدر دلم تنگ از حرف هوایم رو کسی نمیفهمه بیا پیشم دوباره دلت چرا اینقدر برهم است بگو چی شد اخیرا ما شد تو امروز مالکی شد تنها شبای من هیله عادتی شد گفته بسته دارم پس چی شد بگو چی شد اخیرا ما شد تو امروز مالکی شد تنها شبای من هیله عادتی شد گفته بسته دارم پس چی شد آخیه بکن چی شد اما شد تو امروز مالکی شد تنها شبای من هیله عادتی شد گفته بسته دارم پس چی شد حاضر بودم همه کار کردم تو رو آرم بعد است لیکن ندانستم که میتواند تو مرا شکست زندگی شد به منو بلند با پس خیانتم ریمه خوب بود تو کردی برعکس لیکن امروز میکوبم من بهارو من هستم امیدوارو حالی من مونده شیشه شکستم میروم در راه عشق زورده هستم بارونی سردی آرام من تنها در کوچه بان دیگر نیستی رو هم چاره رو تو خیر میشوی نوزه و برا بگو چی شد دهورو مشی تو امروز مالکی شد اما شبای من هیلی عادتی شد گفتی دوستت دارم پس چی شد بگو چی شد دهورو مشی تو امروز مالکی شد اما شبای من هیلی عادتی شد گفتی دوستت دارم پس چی شد میزنی دریا گلی ریحانم خبر داری به تو لحظه نمیتانم چرا از من دوری من نمیدانم در این دوری جوانی نکن تو خزانم آن نگاهی نازو
چشم کنی بزیم همون تقی نگاهایت خودم میدونم آن خنده ای بناز آن موهای دراز دلی مرا سوراخ کرده رسید از جانم بیرفت تو از نظرم برو از مغزی سرم میدونی کی از غمهای تو سوخته از جگرم بیمون تنها مرا بیرفت بدوری بیمون بسوزم من زی دردی تو ای به وفا صدا بکن مرا یاری نو سزا فقط توی آخر به دردی دلی من دوا حیفی همون روزا که ما بودم یک جا میزنم من فریادم و آوا به صدا سودا زده رو با خود رو میکند علم های دلم رو میخونم با نالش او مرا میفهمد ولی تو نداری خواهی کنده ای مستانه ناجزای جانانه سوزانده و جگرا کرده ای دیوانه از سوزش که تو میریزم شون خزان چرا نمیفهمی ای دخترکی به ایمان بیا بنستم پزمانت هستم بیشب بار دوای دردی دلی خستم در گردابیش که تو ماندم خدای آمده با این همه به وفایت خدا خارت کنه فریادی به صدا این دردی به دوا فریادی به صدای من تا آسمان رسد بر دردی به دوای من رحمی خدا رسد زی خاکی گوری من کفه بر به وفا بره شاید که آن زمان به قدری عشقی ما رسد بومزنی دریاد گلی ریحانم خبرداری به تو لحظه نمیتونم چرا از من دوری من نمیدانم در این دور یوانی نکن تو خزانم اون نگاهی نازک چشم کنی بازه همون تقی نگاهایت خودم میدانم اون خنده بناز اون موی های دراز دلی مرا سوراخ کرده رسیده از جانم بیرو تو از نظرم برو از مغزی سرم میدونی کی از غم های تو سوخته از جگرم بیمون تنها مرا بیرو بدوری بیمون بسوزم من زی دردی تو ای به وفا صدا بکن مرا ای یاری نو سزا فقط توی آخر به دردی دلی من درو حیفی همون روزا که ما بوده
دم یخجا میزنم من فریادم و حوزم به صدا فریادی به صدای من دستمون رسه بر دردی به دوای من ره بی خدا رسه سیخو که دوری من قفه بر به وفا بره شاید که اون زمان با قدر عشقی مرسه صدر پیانو سرم رو میکند دل سودا زده رو و خود رو میکند علم های دیدم رو میخونم با نالیش او ما رو میفهمد و به تو نداری خوخیش با جسم مرده من بیا و جان دیشب در روای خونی من قطره خون دیشب در این شبای تور گریستم زار زار ای به وفا بیا و لیلی مجنون دیشب خنده مستانه نازوی جانانه سوزوده بود جگرم رو کرده ای دیوانه سوز عشقی تو میرزم چون خسا چرا نمیفهمی ای دخترکی بیمار بیا به نزدم پزمونت هستم بیشم وارده وی در بی بیلی خستم برگیر دو عشقی تو موندم خدای آمده با این همه به وفایت خدا خورد کنم فریادی به صدای دردی به دوای فریادی به صدای من دستمون رسه بر دردی به دوای من راهی خدا یاسه سیخو که داری من تا به بر به وفا مره شاید که اون زمان با قدر عشقی مرسه ما мардуми кӯҳи баланд калки боимон тарс дар дил ҷой надорад осумон бекарон патриот омадааст мекунад як ду сухан мардуми тоҷикистон ҳама кас дасто баланд имрӯз стейли маней репи тоза гӯш карди роҳат карди ҳама ободай репи шаҳри озодӣ аз мулки тоҷикон роҳи рост мерем ҳиҷ вақт нагаштем пиён бас кунед дигар овозора патриот мекона ҳеҷ кас нест бечора ҳар як ҳарфар сухан кофия як низом бо фарҳанг ифтихор мардуми тоҷикистон ман орзуи ваҳдат дорам аз ҷанги ҷаҳон безорам аз тоҷикон мекунам тоҷикам 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 If you want to learn how to master using AI, don't watch YouTube videos. Why? There's
يور يور مرحبا الدلبر يور يور فني جيجا يور يور بحرم خزو هم بعد المنجودو في توبو جميع زماني یادی دوانی تاریم ما برنده دست باریمه عشق چشمون رو ببین سوخته دلو هم جگر مکنندم بلوک با دوست و دشمن گه خبر یاری جانم مرا با قلبی ما